منتخب‌های تاجیکستان و روسیه آید به فوتبال یکمین بار است در طول تاریخ با همدیگر نیرو خواهند سنجید. به همین خاطر منتخب روسیه آید به فوتبال تحت سروری والری کارپین جهت برگزاری بازی دوستانه به تاجیکستان آمدند. آنها را در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقبال گرفتند. به هنگام ورود به یکایک نمایندگان و هیئت منتخبی روسیه توقیه‌های تاجیکانه و گردنبند با رمز و رنگ‌های پرچم تاجیکستان تحفه کرده شد. پیش از این منتخب روسیه یک بازی دوستانه دیگر با اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار کرده بود و این دومین بازی دوستانه‌اش با منتخب‌های آسیایی محسوب می‌شود. پیش از سفر به تاجیکستان والری کارپین هیئت بازیگران منتخب روسیه آید به فوتبال را شامل 4 دروازه‌بان، 9 حمایتگر و 13 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر برشمرده بود، ولی از این تعداد دروازه‌بان ماتوی سافونوف و نیم حمایتگر اسپارتاک آنتون زینکوفسکی به سبب وضع سلامتیشان نتوانستند به تاجیکستان سفر کنند. همچنین دلر کوزیایف که ریشه‌های تاجیکی دارد امروز همراه هیئت نبود و پس از بازی میان فاکل وزینی در چارچوب جام روسیه به تاجیکستان خواهد آمد. والری کارپین در هیئت منتخب در کنار بازیگرانی با تجربه و صاحب نام همچنین تعداد بازیگرانی را شامل کرده است که یکمین بار است در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک می‌کنند. با گفته سرمربی منتخب روسیه، او می‌خواهد در مقابل فوتبال بازان تاجیک هیئتی متفاوت از بازی قبلی دوستانه را به میدان برآورد و با همین طریق بازیگران نو را در میدان بسنجد. Любой спортсмен, наверное, все хотят выигрывать, так же, как и наша сборная, так и сборная Таджикистана хочет выиграть, естественно, нормальное явление. Вот, ну и на поле посмотрим, кто сильнее. Понятно, что еще хочется и посмотреть, в нашем случае, во всяком случае, хочется посмотреть игроков, которые не участвовали еще в международных матчах. Так что несколько задач сразу. Очень приятно, естественно, конечно. И в Кыргызстане был очень душевный прием, и здесь уже даже сейчас по 10 минутам понятно, что будет так же, наверное. Спасибо. با اینکه بازی منتخب‌های روسیه و تاجیکستان که یکی اروپایی و دیگری آسیایی محسوب می‌شوند بازی رفیقانه است، اما مخلصان فوتبال میهن انتظار رقابتی هیجان انگیز و با نتیجه دلخواه میباشند. اکثر کارشناسان روس به برتریت کامل منتخب روسیه بر منتخب تاجیکستان تاکید نموده پیروزی را نصیب مهمانان میدانند، اما مطمئناً فوتبال بازان ما هم تن بر شکست دادنی نیستند و برای نتیجه برای خود مناسب محاربه خواهند کرد. در هر صورت نتیجه بازی نه از نظرها بلکه از هنر و مهارت و کوشش و تلاش در میدان وابسته می باشد. آنهایی که امکانی حضور در ورزشگاه مرکزی را ندارند می توانند این واخوری تاریخی را ساعت 20 روز 17 نوامبر به طور مستقیم از طریق تلویزیون ورزش تماشا نمایند.